محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای تمام بشریت و انسانیت، برای امتش پیام داد: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ای مردم، ای مسلمان ها، بدانید اگر تمام مردم روی زمین با تمام ابزار و امکانات پیشرفته و دست داشتهشان، با زور و قدرتشان همه در کنار هم جمع شوند، همه اونها دست به دست هم بدهند، بخواهند که برای تو نفع و سود برسانند، به هیچ عنوان نمیتوانند مگر اون مورد را که رب العزت والجلال برای تو مقدر کرده است. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اگر تمام مردم روی زمین با تمام اسباب و امکانات و ابزار پیشرفته و قوی و مدرن و دست داشتهشان گرد هم بیایند، یک جا جمع شوند، بر علیه تو قرار بگیرند و بخواهند تاری موی تو را کم بسازند، به تو ضرر برسانند، نمیتوانند مگر اون موردی را که الله سبحانه و تعالی برای تو مقدر نموده باشد. این عقیده نترس، این عقیده شجاعانه، این عقیده توحیدی را محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای امتش، برای بشریت و انسانیت به ارمغان آورد.